با هام وارد خونه شد. مستقیم به اتاق بردم میشد. دست و پاشو به تخت بستم. یه پارچم توی دهنش کردم و نگاش کردم. لیلا زن خیلی خوشگلی بود. توپر بود و پوست خیلی سفیدی داشت. منم عاشق سکس با همچین زنایی بودم. امونش ندادم و شروع کردم. اون گریه میکرد و من لذت میبردم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از داستان جنایی. با من حمید هستم و شما توی کانال با هستید. بدون معطلی بریم سراغ این پرونده جنایی تا ببینیم که چه اتفاقی افتاده و قضاوت خودمون رو آخر ویدیو انجام بدیم. 16 دی ماه سال 1396 مردی به اسم سجاد به پلیس آگاهی مراجعه میکنه و میگه که همسرش لیلا از صبح که برای دیدن مادرش از خونه خارج شده دیگه بر نگشته. این مرد میگه که مادر لیلا تنها زندگی میکنه و مریضه و پدرش هم از دست داده. اون میگه مادرش سمت خیابون پیروزی تهران زندگی میکنه و برای همین لیلا مجبوری که هر از گاهی بهش سر بزنه. مامورا ازش میپرسن که از اونجا خبری گرفتی یا نه. سجاد میگه که مادر لیلا مثل مادر خودمه و من همیشه خدا یه پام خونه خودم و یه پام خونه مادر لیلا. اون روزم قرار بود همین کارو کنیم، یعنی چند ساعت بعد لیلا من به خونه مادرش رفتم، اما خبری از لیلا نبود. سجاد میگه مادر لیلا فاطمه خانوم به من گفت که حالش خوبه و اصلا نیازی به مراقبت نداشته و برای همین به لیلا گفته که به خونهش برگرده. بعد جور دلشوره داشتم اما چیزی به فاطمه خانوم نگفتم. یه چند دقیقه اونجا نشستم و بعدش هم سریع از اونجا رفتم. بعدش کلی با لیلا تماس گرفتم اما به تماسام پاسخی نمیداد. ساعت حدودای 3 بود که دیگه گوشی لیلا خاموش شد. من همه جا رو گشتم، هر جا که فکرش رو بشه کرد گشتم. با خودم سعی میکردم خودم رو قانع کنم که احتمالاً زنم برای خرید یا دیدن دوستاش رفته جایی و حالا گوشیش خاموش شده. اما من از دوستاشم پیگیری کردم، هیچ کدوم از دوستاش خبری ازش نداشتن. به همین خاطر اومدم پلیس رو گزارش دادم. پلیس اظهارات این مرد رو ثبت میکنه. یه تیم از مامورای آگاهی برای رسیدگی به این پرونده بسیج میشن. اونا تو وهله اول با رصدهای مخابراتی سعی میکنن محل تلفن همراه لیلا رو پیدا کنن. اما اونا مثل ما میدونستن که تلفن همراه لیلا خاموشه، بنابراین آخرین جایی که آنتن داشته پیدا میشه یه جایی تو جاده اطراف پرند که بعید بوده لیلا اونجا بوده باشه. اما پلیس ها میتونن گوشی همراه لیلا رو اونجا پیدا کنن و این باعث میشه که پلیس ها شک کنن به اینکه حتما یه اتفاق بدی برای این دختر افتاده. تحقیقات کمی تخصصی تر میشه. پلیسا به سرنخ اصلی داستان یعنی محله مادر لیلا برمیگردن. اونجا از اهالی پرسجو میکنن تا شاید یه سرنخ دیگه‌ای به دست بیارن، اما هیچ کس هیچ اطلاعی نداشته به جز سوپرمارکتی که میگفته ساعت حدودای 2 بعد از ظهر بوده که لیلا رو دیده که سوار ماشین شد و از اونجا رفته و احتمالاً دوربینای مغازه هم تصاویرش رو ثبت کردن. راست میگفت، دوربینای مغازه تصاویر رو ثبت کرده بودن. پلیس ها تونستن پلاک اون ماشین رو هم بتونن ردیابی کنن و استلام کنن، اما متاسفانه اون ماشین سرقتی بود و صاحب اصلیش یک هفته‌ای میشد که شکایت خودش رو ثبت کرده بود. پلیس نمیتونه هیچ اطلاعاتی از این طریق به دست بیاره. تحقیقات برای پیدا کردن لیلا ادامه داشته. پلیسا تمامی محورهایی که اون خودرو اونجا تردد داشته رو بررسی میکنن. به تمامی آشنا، دوستان و هر کسی که لیلا باش ارتباط داشته سر میزنن و باش ارتباط برقرار میکنن، اما هیچ خبری از لیلا نبوده. پلیسا نهایتاً میتونن خودرویی که با اون این دختر جابجا شده، یعنی یه پژو 405 رو نهایتاً توی شهر پردیس پیدا کنن. اما محتویات داخل خودرو کاملا دزدیده شده و ماشین عملاً اونجا رها شده بوده و باز هم هیچ سرنخی نه از لیلا و نه از راننده این ماشین پیدا نمیشه.
تا اینکه گزارشی از محله حکیمیه تهران به پلیس داده میشه. اهالی اون محله میگن که توی سطل آشغال یکی از کوچه ها بوی خیلی بدی میاد و به این قضیه مشکوکن. پلیس سریعا راهی اونجا میشه و با جنازه یک دختر حدوداً 24 ساله روبرو میشه. پلیسا سریعا جنازه رو به پزشکی قانونی منتقل میکنن. پلیس با اهالی محل ارتباط میگیره تا ببینه ماجرا چی و چه سرنخی میتونه به دست بیاره. اما اهالی محل اطلاع زیادی نداشتن از این حادثه. یکی از همسایه‌ها میگه که دیشب برای گذاشتن آشغال توی سطل آشغال شب اومدم، ولی اونقدر بو اذیت کننده بود که نمیتونستم نزدیک سطل آشغال بشم. برای همین ماجرا رو به چند تا از همسایه‌ها گفتم و اونا هم گفتن که باید به اینو به پلیس گزارش بدیم چون احتمالاً قضیه مشکوکه و ما هم همین کارو کردیم. مامورا اظهارات اهالی محل رو ثبت میکنن، اما نشونه‌ها و سرنخ‌های خیلی کمی از این اتفاق وجود داشته. تازه اون اطراف دوربینی هم این واقعه رو ثبت نکرده بوده. اما پلیسا با خودشون فکر میکنن که شاید ارتباطی بین این جنازه و لیلا وجود داشته باشه. برای همین از سجاد میخوان که به پزشکی قانونی مراجعه کنه برای تشخیص هویت. سجاد با استرس زیادی به اونجا میره و بعد از دیدن صورت جنازه میگه که نه، این لیلا نیست و این جسد کس دیگه ایه. سجاد همینطور که گریه میکرده به مامورا میگه که من با لیلا کمتر از 6 ماهی که ازدواج کردم و خواهش میکنم قبل از اینکه اتفاق بدی افتاده باشه برای زنم اونو پیدا کنید. پزشکی قانونی اما بررسی‌های تخصصی خودش رو جسد این دختر شروع میکنه. طبق بررسی‌های پزشکی قانونی مشخص میشه که این دختر قبل از مرگ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قسمت‌هایی از سینه‌اش به شدت کبود شده و معلوم نیست که با چی این اتفاق افتاده. از طرفی پزشکی قانونی تایید میکنه که این دختر باکره بود و به طرز فجیعی بهش تجاوز شده و همین تجاوز باعث شده که بکارتش هم از دست بده. فرایند تشخیص هویت این دختر آغاز میشه. بعد از 2-3 روز معلوم میشه که اسم این دختر نازنینه و 24 سال داره. طی تحقیقات خانواده این دخترم پیدا میشن. اونا توی یکی از شهرهای اطراف کرج زندگی میکردن و اصلا هیچ اطلاعی از این قضیه نداشتن. مادر نازنین به شدت گریه میکرد و حال خیلی بدی داشته و میگه که دخترش کنکور قبول شده بوده و با رضایت اونا راهی تهران شده بوده. و پدر نازنین با پلیسا صحبت میکنه و ازشون میخواد که هرچه زودتر عاملای این جنایت رو پیدا کنن و به سزای عملش برسونن. پلیسا اظهارات این پدر مادر رو هم ثبت میکنن. حالا پلیسا و مامورای آگاهی با 2 پرونده کاملا مجزا روبرو شدن که حدس میزنن به همدیگه ربط داشته باشن. اونها راهی دانشگاه میشن تا از دوستا و هم دانشگاهیای نازنین اطلاعات بگیرن که شاید سرنخ دیگه‌ای به دست بیاد. اما دوستای نازنین اطلاعی از این قضیه نداشتن. اونا میگفتن که نازنین دختر سر به زیری بوده و از طرفی هم خیلی زیبا بوده، اما دشمنی هم نداشته که بخواد همچین بلای سرش بیاره. نگین نزدیکترین دوست نازنین میگه من آخرین بار نازنین رو وقتی دیدم که داشت به سمت خوابگاهش که خارج از دانشگاه بود میرفت. بعد از اون دیگه هیچ اطلاعی ازش ندارم. پلیس اظهارات نگین رو هم ثبت میکنه و شروع میکنن به بررسی‌های بیشتر از طریق دوربین‌های مداربسته که تو اون حوالی بودن. اونا با دیدن تصاویر دوربین‌های مداربسته به موضوع جالبی میرسن. همون ماشینی که لیلا سوار شده بود نازنین رو هم سوار کرده بود. بررسی‌های بیشتر اما جواب میده و پلیسا میتونن تو بعضی از تصاویری که دوربین‌ها ثبت کرده بودن تصویر این مرد رو تشخیص بدن. اونها سریعا شروع میکنن به گشتن دنبال این مرد و نهایتاً اون رو تشخیص هویت میکنن. این شخص عباس 32 ساله بوده که سابقه دارم هست. پلیس ها عملیات خودشون رو برای پیدا کردن عباس شروع میکنن. چند روزی از عملیات اطلاعاتی پلیس میگذره تا نهایتاً پلیس ها موفق میشن رد عباس رو توی منطقه پرند کرج بزنن. اون تو یکی از ویلاهای اونجا مخفی شده بوده و پلیس ها به اونجا میریزن و عباس رو دستگیر میکنن و به اداره آگاهی منتقل میکنن.
تحت بازجویی‌های مختلف عباس مجبور میشه که به همه چیز اعتراف کنه. این مرد توی اظهاراتش میگه که جدایی از همسرش و فشار عصبی که بهش وارد شده بوده باعث میشه که دست به چنین کاری بزنه. اون از همه زنها بدش میومد. اون میگه بالای 6 ساله که با زنم زیر سقف زندگی کردم، با اینکه زنم مشکل بارداری داشت اما با این مسئله کنار اومده بودم و نمیخواستم ترکش کنم، اما اون اینجوری نبود. منم دیر متوجه این موضوع شده بودم. تو این چند سال اخیر اونقدر اذیتم کرد که دیگه از هر چیز زن بدم اومد و با دست خودم طلاقش دادم. اونم تا قرون آخر مهریه‌شو ازم گرفت و اصلا براش مهم نبود که من بهش حس دارم و دوستش دارم. بعد از اینکه مهریه‌شو دادم آس و پاس شده بودم. یه مدتی از لحاظ روحی خیلی داغون بودم و خودم رو تسکین میدادم. بعضی وقتا هم عصبی میشدم، به فکر انتقام میافتادم. اما بعد یه مدت با خودم گفتم شاید نتونم از میترا زن سابقم انتقام بگیرم، اما میتونم از زنهای دیگه انتقام بگیرم. برای همین یه سواری 405 از یکی از محله‌ها دزدیدم و افتادم تو خط مسافرکشی. کارم این بود که زنهای تنها رو که خوشگلم بودن سوار کنم، بعد از اینکه ترتیبشون رو دادم یه جا رهاشون کنم. من فکر نمی‌کردم کارم به اینجا بکشه. عباس میگه من لیلا رو اطراف پیروزی سوار کردم. زن نسبتاً خوشگلی بود. بهونه کردم که کارت ماشین و بنزینم رو جا گذاشتم و باید اونو بردارم. لیلا هم قبول کرد و گفت مشکلی نداره. من یه ویلا اطراف پرند اجاره کرده بودم. به اونجا رفتیم. لیلا به قضیه شک کرده بود اما دیگه دیر شده بود. قفلای در رو زدم و با ماشین مستقیم وارد ویلا شدم. لیلا که فهمیده بود اونو دزدیدم خواست که سر صدا کنه و داد و بیداد کنه، اما سریع چاقو گذاشتم بیخ گلوش و گفتم اگه سر صدا کنه گلوشو میبرم. با هم وارد خونه شد. مستقیم به اتاق بردم شد. دست و پاشو به تخت بستم. یه پارچم توی دهنش کردم و نگاش کردم. لیلا زن خیلی خوشگلی بود. توپر بود و پوست خیلی سفیدی داشت. منم عاشق سکس با همچین زنایی بودم. امونش ندادم و شروع کردم. اون گریه میکرد و من لذت میبردم. همون روز ساعت حدودای 8 شب دوباره رفتم سراغش. لباساشو با قیچی شروع کردم به پاره کردن. اون دست و پا میزد و ازم التماس میکرد که باهاش کاری نداشته باشم، اما من بهش توجهی نمیکردم. چند باری بهش گفتم و اینقدر دست و پا نزد تا بذاره کارمو بکنم، اما اون توجهی نکرد. منم چاقو رو برداشتم و گلوشو بریدم. همینطوری ازش خون میرفت. وقتی که مرد میخواستم که اونو توی باغچه دفن کنم، ولی دلم نیومد. خیلی بدن جذابی داشت، بنابراین یه بار دیگه باهاش سکس کردم. بعد از اونم توی باغچه همون ویلا دفنش کردم. عباس میگه چند روزی از این قضیه گذشت تا اینکه نازنین به پستم خورد. اونم دختر خوشگلی بود. خواستم با همون بهونه ببرمش ویلا، اما اون خیلی سریع فهمید و نذاشت. برای همین به سمت جاده پرند رفتم. اونجا بیقراری میکرد و برای همین با چاقو تهدیدش کردم که اگه سر استا کنه میکشمش. رفتم قسمت عقب ماشین و باهاش صحبت کردم و بهش گفتم اگه دختر خوبی باشه کاری باهاش ندارم. همین که این حرفا رو میزدم آروم آروم بهش نزدیک شدم و لباساشو در آوردم. اون باکره بود و تا حالا با کسی رابطه نداشت، برای همین لذت سکس با اون برام خیلی بیشتر بود. نازنین التماس میکرد که تموم کنم و رهاش کنم، اما همین کارش باعث میشد حریص‌تر بشم و بیشتر بخوام. اونقدر به سینه‌اش فشار آوردم و کارم رو ادامه دادم تا اینکه دیدم دیگه نفس نمیکشه. با این حال من تموم نکردم، بازم به سکس باش ادامه دادم. بعد از اینکه کارم تموم شد اونو انداختم صندوق عقب ماشین و 2 روزی همونجا بود. بعدش هم شب رفتم محله حکیمیه تهران و توی سطل آشغال انداختمش و رفتم به همون ویلایی که توی پرند داشتم و چند روزی اونجا مخفی شدم تا اینکه پلیسا اومدن و بازداشتم کردن. مامورا اظهارات این مرد رو ثبت میکنن و به همراه تیم امدادی و آتش نشانی به اون ویلا میرن. بعد چند ساعتی موفق میشن جسد لیلا رو پیدا کنن و پزشکی قانونی منتقل کنن. عباس راهی زندان میشه تا دادگاهش برگزار بشه.
بعد از برگزار شدن دادگاه تمامی خانواده‌های قربانیان میان اونجا و درخواست اشد مجازات میکنن. سجاد اما از قاضی میخواد که به هیچ وجه هیچ بخششی نداشته باشه، چرا که اون عزیزترین کسیش رو از دست داده. قاضی بعد از دیدن شواهد و مدارک و اظهارات و پشیمونی عباس اونو به پرداخت خسارت و قصاص محکوم میکنه. پرونده اینجا تموم میشه دوستان. متاسفانه پرونده خیلی خیلی دلخراشی بود. من نمیدونم واقعا مقصر که خب اینجا مشخصا ما با یه متجاوز که حالت روانی درستی نداشته اصلا روبرو هستیم. شاید نمیدونم، شاید اگر که ازدواج و طلاق توی کشور ما روالش متفاوت تر بود این اتفاقات نمیافتاد. البته من خیلی نمیتونم به حرفای عباس استناد کنم، چون گفت به خاطر اینکه حالا طلاق گرفته، نمیدونم مهریه رو داده، آسوپاس شده، این کارا رو کرده. اما به نظر من کشتن یک آدم خیلی کار آسونی نیست. بعد تازه خیلی هم راحت دزدی میکرده، ماشین میدزدیده. خب این مشخص میکنه که این آدم خب سابقه دارم بوده و گفته شده این قضیه تو پرونده. من فکر می‌کنم تو نیست، یعنی این آدم کاملا روانی بوده. من اینجا اصلا قضاوتی نمیتونم بکنم، فقط برای خانواده‌های این دخترها، این خانوم‌ها فقط امیدوارم که یعنی از درون قلبم میخوام که به آرامش برسن و حالشون خوب باشه و بتونن این قضیه رو فراموش کنن، هرچند که واقعا وحشتناکه. پرونده بعدی رو ساعت 9 شب با ما باشید. امیدوارم که اینجور پرونده رو دوست دارم لایک کنید و ارسال کنید به دوستاتون که بدونن که یه سری آدما ممکنه چجوری بهشون آسیب بزنن و آگاهی زیاد بشه دیگه. این خیلی مهمه. این لایک شما باعث میشه این ویدیو به کسای دیگه هم نشون داده بشه، یا خودتون هم میتونید مستقیم ارسالش کنید. مواظب خودتون باشید. میبینمتون. خدا نگهدار. باز شروع شد. باز ویدیو میخوایم بگیریم نیسان وانت میاد جلو در خونمونه. خدا